آب دریا چرا شور است؟ سلام، من بهرامی هستم و این ویدیو به درخواست آقای احمدی و آقای اوزل در مورد اینکه آب دریا چرا شور است ساخته می شود. در واقع باید بگویم در آن زمانی که دریا بر سطح زمین ایجاد شده است، آب دریا شور نبوده است و طی سالیان دراز این اتفاق افتاده است. حال بیاید بدانیم که چه اتفاق افتاده است که آب دریا از آب شیرین آرام آرام تبدیل به آب شور شده است. در واقع ما در یک دنیای پر از نمک زندگی میکنیم. حال شاید متوجه آن باشیم و یا نباشیم، ولی دور بر ما پر است از سدیم کلراید که جنس نمک از سدیم کلراید هست. وقتی که باران بارید و یا در بهار برف ها آب شد، این آب ها سطح زمین را شسته و کم خاک به دریاچه ها انتقال میدهد. دریاچه ها این خاک ها را به دریاها انتقال میدهد که قسمت از این خاک ها همان سدیم کلراید و یا نمک هست. و از طرف دیگر از تابش نور خورشید بر سطح دریا قسمت کمی از آب تبدیل به بخار شده و در اتمسفر زمین برمیخیزد و نمک ها را در دریا باقی میگذارد و آن بخارها دوباره در اتمسفر زمین برخاسته و تبدیل به باران و یا دانه های برف می شود و آن برف ها و قطرات باران بر سطح زمین سرازیر می شود و همین پروسه دوباره تکرار می شود. دریاچه ها نمک بیشتری به دریا انتقال می دهد و از طرف دیگر از تابش نور خورشید قسمت دیگری از آب ها تبدیل به بخار شده و نمک ها را در دریا باقی می گذارد. و این است که طی میلیون ها سال آب دریا شورتر و شورتر شده است. و این بود دلیل شور بودن آب دریاها. امیدوارم که مطالب این ویدیو برایتان مفید بوده باشد و تا دیدار بعد وقتتان خوش باشد.